سلام دوستان، اگر براتون سوال شده که پک 48 یا نسخه 48 شبیه ساز یورو تغییرش مهمترین تغییرش نسبت به نسخه قبلی چیه و اینکه چرا ما اومدیم انقدر مپ جمع کردیم و همه مدل رو آپدیت کردیم برای 48، اگه سواله که واقعا تغییرش چیه بهتره که این کلیپ رو خودتون ببینید تا متوجه بشید. من خیلی سریع راه میافتم تا وقتمونم گرفته نشه. من اسم این تغییر رو میذارم فیزیک پویا. خودم جزو کسایی هستم که همیشه انتقاد میکنم از کمپانی که داره این شبیه ساز رو میسازه و ارتقا میده که تغییراتش واقعا تغییر چشمگیری نیستن نسبت به نسخه‌های قبلیش، ولی این تغییر رو خیلی منتظرش بودم واقعیت و تغییری که این سری اتفاق افتاده. حتی اگر شما نمیخواید از مودهای ما استفاده بکنید، نسخه خامش رو نصب بکنید، نسخه قدیمی رو دیگه پلی ندید و این نسخه رو استفاده بکنید. خیلی بهتره و خیلی طبیعیه. من یه خورده سرعت میگیرم تا شما خودتون متوجه بشید، هرچند شاید تا الان هم متوجه شده باشید. ببین الان داریم تو جاده صاف حرکت میکنیم. شما تغییرایی که تو کابین اتفاق میفته نگاه کنید، فیزیکش چقدر خوب تکون میخوره. آقا خیلی خوبه، خدایی خیلی خوبه. مخصوصا وقتی شما داری از فرمون استفاده میکنید حس عجیب غریب خوبی رو میده. نگاه کنید صندلی قشنگ آدم حس میکنه بادی و بعد کابین داره تکون میخوره. پشت رول ماشین سنگین نشسته باشه متوجه میشه که اون خشکیش قبلا داشت واقعا اونطوری نیستش و دقیقاً این همینه. نگاه کنید داریم تو جاده صاف حرکت میکنیم و خب طبیعیه به هر حال این فیزیکه باید اینطوری باشه. خیلی خوبه. خیلی حس خوبی میده. من واقعا حال کردم با این تغییر. بعد مدت‌ها یه تغییری دادم که من حال کردم باهاش. ببینید من الان به فرمون دست نمیذارم. تکونای کابین رو ببینید، از داشبورد مشخصه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. مهمترین تغییرش این بود که حس خیلی خوبی رو به اون کسی که داره استفاده میکنه منتقل میکنه. دمتون گرم.